سلام داملای عزیز، من یکی از شنونده دائمی شما می باشم. ما روز عروسی بودنمان تکی شوهرم جنگی سخت شدم. این مکتوب از جانب خواهر بوده است. شوهرم مرا زد وقتی که من حامله دار بودم. در شکم من به شته زد. من به سوی او شته نبرداشتم، لیکن من شته‌ام را برداشتم به خاطر آنکه شکمم را بپوشانم که شته او به من نرسد. اما شته من به شوهرم رسید. داملای عزیز، بگوید من گناهکارم در نزد خدای تعالی. من از شوهرم بخشش پرسیدم، وای مرا بخشید، لیکن من از خدای خود می ترسم. به هر حال خدا منو بخشیده باشد یا نه؟ خواهش میکنم جواب منو گوید. خواهر عزیز، خدا شما رو به این انصاف و توفیقتان، به این خدا ترسیتان عمری دراز دهد. خوب البته بین زن شهوری می شود حالتهای نافهمی، می شود حالتهای ناآرامی، اما من خواهش میکنم از شوهرای عزیز که همسراشان نزنند، به سوی همسراشان لگد نبردارند. این از روی انصاف هم نیست که همسر شما حامله دار باشد. خوب حامله دار هم که نباشد، او را با لگد زدن یا با مشت زدن این جوان مردی نیست. همسری که رفیق شماست، همسری که شبها مونس شماست، همسری که لباساتان میشوید، همسری که بچه هاتان بانی میکند، همسری که نفس شما را آرام میکند، خانه شما را میبیند، شما را با غذا تأمین میکند، به سبب اندک ناراحتی او را لگدگو کردن یا اینکه حقارت و دشنام کردن این جوان مردی نیست. این راه و روش پیغمبر هم نیست. جناب پیغمبر میگن خیرکم خیرکم لاهلی، بهترین امتی من همون مرد است که با خاندان خودش، با همسرش اخلاق خوب دارد. خوب خواهر عزیز، وقتی که شما بینتان این ناخوشی شده بوده است، پس آن وقتی که شوهر از شما راضی شد، شما عذر خواهی کرده و گناه شما را بخشید، پروردگارم گناه شما را بخشیدگی است. به خاطر این شما خواهر عزیز یعنی زیغ نشوید. پروردگار مهربانی است که خود در قرآن میگوید نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. بندگان من بگو اگر اونها توبه کنند، هر گناهی که کرده باشند، من بخشنده هستم، من گناه اونها را میگذرم. بنابر مادر عزیز، انشاءالله خدا گناه تو رو گذشتگی است. وقتی که حالا هم ترس این در دل شما باشد، خدایا کند که دیگر خواهرای مسلمان ما، دیگر مادرای ما هم شوهراشان این قسم احترام کنند و قدر شوهراشان به جا بیارن. السلام علیکم داملای عزیز، من انتظار جوابهای شما هستم. سوال من را خواند و جواب گویید. مرا شوهرم دختر کردی گویان از من رو گرداند. لباسهای مرا از تار سرم تا نوک پام گرفته آورد و با دو دست بالا کرده گفت تو ده جواب، دیگر زندگی نمی کنم. لباسهایت را گیر، دیگر به خانه من نبیا. من روز دیگر همراه مادرم به خانه شوهرم رفتم، اما شوهرم به خانه در آمدن نماند. گشته نامی 3 طلاق را گرفت و برآمده رفت. مرا برای زندگی کردن طعنه میکنن که تو 3 طلاق هستی. آره خواهر عزیز، اگر این راست باشد شما 3 طلاق شدگی هستید. بنابر شما از او خانه میتوانید برآمده روید، لباسایی که خودتان همراه خود آوردگی هستید گیرید برید، این حق شماست. بعد از بود شدن عدتان شما عده میپایید، این 3 ماه زنانه، این 3 عذر زنانه. بعد از آن میخواهید شما آزادانه است شوهر میکنید یا دیگر. اما اگر رفت و از شوهرتان جدا شدن نباشید، من به شما توصیه میتیم که شما این فکر از خود دور کنید، زیرا که اگر میخواست شما را بعد از این پیش کردن با پشیمان میشد در خانه من میکرد. اکنون که من کرده است نمیخواد با شما زندگی کردن، شما میتوانید بعد از بود شدن عدتان
برای خودتان شوهر مناسب یا به زندگیتان ادامه دهید. خب این مسئله باید شوهرتان سوال میکرد خواهر عزیز، نه شما. اگر این سوال شما به عینی هم تو واقع شده باشد، شما 3 طلاق شدگی هستید، دیگر او تا عدتان بود شدن در خانه شوهر استید حق دارید. اگر خانه جداگانه باشد، زیرا که نفقه شما در گردن شوهرتان است تا تمام شدن عده. لیکن عدتان که بود شد، شما دیگر در او خانه بیگانه است. برام دروید خواهر عزیز. السلام علیکم حضرت داملا. بار 4 است که مکتوب می نویسم، اما از یگان تایانها تا حال جواب نگرفتم و همیشه از پروردگار خود در حق شما و اهل خاندانتان عاجزانه دعا میکنم که شما را در بالای سر ما همچون آفتاب بر این روشن دهنده صحت و سلامت نگه دارد. با دادر عزیز شما را خدا نگه دارد و از قطار ما دیگر عالم ها و طالب علم ها و داعی ها را پروردگار نگه دارد. و امید دارم که این دفعه به سوال های من جواب میگویید. خوب منتظر باشید جواب خود شنوید. من نمازهای قضایی گذشته‌ام را 4 رکعتی قضای گذشته گفته بعد هر یک نماز میخوانم. مگر این درست است؟ این نیتی من؟ نه برادر عزیز، نماز قضایی مثل نماز وقتی می شود. وقتی که شما بعد از نماز بامداد یا پیش از نماز بامداد قضایی میخوانید 2 رکعتی بامداده، باید همون 2 رکعت نیت کنید. این نیت کردم بگذارم اول قضایی بامداد گذشته. چند بار است من در این باب تاکید میکنم، در وقت نیت قضایی همین کلمه اول استفاده برید. نیت کردم بگذارم اولی قضای نماز بامداد گذشته، اگر بامداد باشد. اگر پیشین باشد، پیشین 4 رکعت میخوانه، اذان و تکبیر میگوید، نیتی او همین است که نیت کردم بگذارم قضای اولی پیشین گذشته. خوب 4 رکعت گفتن شرط نیست. وقتی که شما قضای اولی پیشین گذشته گفتید، خود پروردگار کامپیوترهاش میدانند که این کدام نماز است و چند رکعت است. کامپیوترهای این انسانهای ضعیف به سبب پاسپورت موندن هم اسرارش میبرند و خیال میکنه که کامپیوترهای خدا نمیدانه. شما عقلاتون نکن کشای عصر 21 شده است، دیگر ترسانچگی و بزدلی را از خودتان دور کنید. و نماز شام باشد، شام 3 رکعت نیت کنید. نیت کردم بگذارم قضای شام گذشته، اولی قضای شام گذشته گفته نیت کنید، 2 رکعت به سوره، 1 رکعت به سوره خوانید. نمازی که 4 رکعته باشد مثل پیشین و عصر و خفتن، اینها رو قضایش دانه 2 تاش به سوره خوانید، 2 تاش به سوره خوانید. آداب نماز قضای خواندن این است دادر عزیز. و با تاکید میکنم که نماز وتر هم قضایش خوانید بعد از خواندن خفتن. اما هر کدامش 4 رکعتی اگر خوانید این خطاست. و من یک بیماری هم دارم، در قرتقم زاب است و بسیار دکترها مراجعت کردم، اما با من یک دکتر گفت که خوردن داروهای بسیار اگر به جای فایده کند به جایهای دیگر ضرر دارد. بهترش قورباغه را در آب جوشانیده و آب او را بنوش، شاید که خداوند به تو شفا دهد. و شما در این باره چی گفتنید؟ آیا این کار را من کنم؟ من گمان نمی کنم که جوشانیدن قورباغه و خوردن خون او برای یعنی آب او برای زاب فایده داشته باشد. نزابش به اصطلاح تاجیکای ما جاغور است. امروز الحمدلله طب خوب ترقی کرده است. امروز داروهای نوبرا برآمده است. شما می توانید داروها را استفاده برید. امروز طبیبای خلقی شکر بسیار هم هست. ملا خدایار هست، خیلی طبیب خوبانیا دیگرها هست. شما به اونها مراجعت کنید، شاید داروی برای شما یافته دهند. برادر عزیز، این دارویی که آن دکتر آن طبیب به شما توصیه کرده است، یعنی آب قورباغه، اگر من نمیدانم که اکنون او فایده دارد یا این خدا میداند، لیکن رسول اکرم در حدیث صحیح فرمودند ان الله لم یجعل شفاء امتی فيما حرمه علیهم.
پروردگار هیچگاه شفای امت منو در چیز حرام قرار نداده است. این چیز حرام هرگز شفا نمی شود. به خاطر این من شما را توصیه نمیتیم خوردن او را، لیکن اگر همون طبیبی که شما را توصیه داده است با تجربه خود چندی دیگر تبابت کرده باشد که با خوردن آب قرباقه، آب جوشانده او نقص شده باشند و آن طبیب مسلمان باشد، شما به قدر ضرورت می توانید از توصیه استفاده برید. زیرا که این الضرورات تبیح المحظورات، در حالت نهایت ضروری اسلام اجازت میتید چیزهای حرام مباح شود. مانند که من در حالت گرسنگی سخت که چیز حلال نباشد خوردن چیز حرام مباح میگردد، قرآن خدا میگوید فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. بنابراین همین دادر عزیز توصیه من به شما همین است. دعا میکنم پروردگار شما را و دیگر برادرانی که مبتلا این بیماری هستند با داروهای حلال استفاده برده شفاشان دهد و احتیاج به این داروهایی که طبیعت سالم خود نمی کشد خوردن اونها را گرفتار نکند. و آن وعده هایی که در کتاب نورنامه و گنج العرش هستند مگر آنها وعده های قرآنی هم؟ خواهش میکنم جواب گویید. امیدوارم که این مکتوب مرا میخوانید. دادر عزیز، اولش که من همون کتاب نورنامه و گنج العرش نخوندم و من نمیدونم که هر دو چی کتاب هستند. اگر رفت و وعده های بالا خاندار باشد دروغ است. مثلا گوید که همین ردنامه در تنت باشه دایره دروی غرق نمیشوی، در آب سوزی علاو افتی نمیشه. اگر همین گپا باشه دروغ هستین. در که همون ردنامه نویس خوش بره در تنش بنده علاو کنه چی میسوزد. لیکن اگر دعاهایی که موافق به حدیثهای رسول اکرم باشد، وعده‌هایی که موافق به حدیثهای پیغمبر خدا باشد، اینهاش راستند، اینهاش میشود باور کرد. اما باز تاکید میکنم که وعده‌های بالا خاندار باشد دروغ است.